صبح 6 فوریه سال 2023 ساعت 9:17 با وقت محلی زمین لرزه سخت قسمت جنوب و شرق ترکیه و شمال سوریه را تکان داد و سبب مرگ صدها نفر شد. بنا به اطلاع کمیته ولایت‌های فوق‌العاده ترکیه، زمین لرزه در عمق 17.9 کیلومتر با اقتدار 7.8 درجه طبق جدول ریختر به وقوع پیوسته است. گفته می شود مرکز زلزله در 3 کیلومتری شمال و غرب غازیان تپه در ترکیه و در 114 کیلومتری شهر حلب سوریه جایگیر شده. این چنین پس از لرزش اساسی بعد از دقیقه 2 پس لرزش شدید با اقتدار 6.5 درجه نیز به عمل آمده است. بر پایه گزارش‌های نشر شده زلزله در ترکیه و سوریه صدا کشته و زخمی به جا گذاشته است. نایب پرزیدنت ترکیه فواد اوکتای گفت شماره هلاک شدگان در ترکیه به 284 نفر رسیده است. مطبوعات دولتی سوریه تا این ساعت هلاکت بیش از 230 نفر را تصدیق کرده است، اما شماره قربانیان همچنان در حال افزایش است. هزاران نفر از ساکنان دیگر شهرهای ترکیه مثل ملیتیا، عثمانیه، انتالیا، اسپارتا نیز از خوف تکراری زمین لرزه و شب را در بیرون از منزل‌های استقامتی خود روز کردند. گزارش‌ها به دست رسیدند که در این مناطق نیز خانه‌ها ویران شدند. وزیر کارهای داخلی ترکیه سلیمان اویلو در این راستا اعلام نمود که در کشور وضعیت خیلی متشنج است و امداد طلبی از کشورهای همسایه از احتمال دور نیست. همچنین او از تشکیل یک گروه زودعمل کاری در انقره برای رفع این حالت به عمل آمده خبر داد. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی پیشنهاد نمود که کشورش آماده است برای کمک به آسیب دیدگان آفت طبیعی همه گونه یاری را رساند. پرزیدنت امریکا نیز از آماده بودن کشورش برای کمک به آسیب دیدگان خبر داد. در سوریه به گفت مقامات در شهرهای حلب، حما و لاذقیه زمین لرزه 237 نفر را کشته و بیش از 639 نفر را مجروح نموده است. همچنین بر اثر فرو ریختن ساختمان‌ها در مناطق‌های هممرز با ترکیه که تحت نفوذ مخالفان دولت سوریه قرار دارد 8 نفر کشته و 10 تن زخمی شدند. ترکیه یک کشور زلزله‌خیز به شمار می‌رود. هفته گذشته نیز در انتالیا یک زمین لرزه اقتدارش 5.4 بال رخ داده بود. زمین لرزه شدیدی که سال 1999 در شمال و غرب ترکیه رخ داد حدود 18,000 کشته به جا گذاشته بود.